الان که فرصتی پیش اومده که استراحت بکنیم، چایی بخوریم، یه نفسی تازه بکنیم، یه چیز خیلی مهمی رو که باید برات توضیح بدم اینه که اصولا پاراگلایدر به طور کلی مال هوای خوبه. ممکنه یه هواپیما یه وسیله پرنده دیگه باشه، یه مقدار هوا خراب باشه، بامپی باشه، تکوندار باشه، توربولانس داشته باشه، گاز داشته باشه، وینچیر داشته باشه، بگن خب تا یه اندازه محدودیت داره پرواز کنه. ولی پاراگلایدر اصولا مال هوای خوبه. درست مانند این که شما وایستادی دارید به دریا نگاه میکنید، میگید امروز دریای شناس، امواج وجود نداره، حتی یه موج خیلی کوچیک هم نداره. شما تو اون آب میتونی خیلی قایق سواری خوبی بکنی، اسکی رو آب خیلی خوبی بکنی، شنای خیلی خوبی بکنی بدون اینکه موج اذیتت بکنه. هوا هم مانند آب داره موجهای تکوندار هست. هرچه هوا بهتر باشه، پاراگلایدر چون پروازش لطیف، بالهای نرمه، خیلی راحت رو هوا گلاید میکنه. حالا پاراگلایدر اگه پاراگلایدر پیشرفته‌ای باشه، خلبان دارای مهارت بالایی باشه و اطلاعات و در واقع جاجمنت خوبی داشته باشه، میتونه تو هواهای نسبتاً متلاطمی هم پرواز کنه. ولی خبرگی خلبان هم باز باعث نمیشه تو هر هوایی بپره. معمولا برای پروازها به طور کلی باید چتر نجات حتما داشته باشی. کسی که پایین میست شما رو هدایت میکنه باید با بیستیم هدایتتون کنه. این مسئله ها تو پاراگلایدر باید رعایت بشه. در غیر این صورت میشه پرواز پرخطر و باعث صدماتی میشه که در تمام طول عمرتون نتونید جبران کنید. متاسفانه تو ایران چون هر کسی یاد میگیره، عذر میخوام، خالش هم برمی‌داره میاد یاد میده، همه به همه یاد میدن و این آموزش‌های به این صورت باعث شده که از 30-40 نفر پرواز کننده 15 نفرش دست و پا شکسته و از این اتفاقا براشون بیفته و خدای نکرده منجر به فوت هم که شده. بیان این مطالب باعث این نمیشه که ما بگیم پرواز انجام نشه. چرا؟ باید رو اصول صحیح انجام بشه. نکته دوم که امروز تو این کلاس دوم شما دارم بیان میکنم مسئله سرعته. ببینید پاراگلایدر باید رو به باد باز شه. لباس یا اون هارنس باید طبق اون سیستمی که به یاد داده شده بسته بشه. پروازهای ابتدایی فوروارد لانچ، یعنی باید رو به باد بدوید، پاراگلایدر رو بالا سرتون بیارید. در واقع بعد از اینکه بالا سرتون آوردید کاملا نگاهش بکنید که مطمئن بشید پاراگلایدر کاملا بازه بالا سرتون، بندها گره نداره، رایزرها گره نخورده، بریک‌ها سر جاشه و همه چی نرمال و در شیب مشغول دویدن میشی. بلافاصله پس از کشیدن پاراگلایدر به وسیله رایزرهای بالا سر آوردن و چک کردن کاناپی، رایزرها که در واقع بالا آورنده لبه‌های حمله پاراگلایدر هستن باید رها بشن و بریک ها در حالی که بالا قرار دارن پاراگلایدر رو باعث میشن بتونه با سرعت بیشتری در هوا سر بخوره. پس از رسیدن به سرعت مناسب که سرعت لیفت آفت شماست، شما باید به رایزرها به اندازه‌ای که شما رو سبک بکنه کشش بدید، تقریبا بالای گوش یا دم گوش. اون موقع است که پاراگلایدر انگل میگیره، زاویه میگیره و لیفت میگیره و شما بالا میرید. این مرحله ابتدایی ایربورن شدن با پاراگلایدره. در ضمن دویدن اگه پاراگلایدر به سمت راست هدایت میشه، شما باید به سمت همون سمت بدوید و کورکشن بذارید سمت راستتون. برای مثال اگر به سمت چپ هدایت شد کاناپی، شما باید به خودتون بکشید زیر کاناپی و وسط باشی و بریک های مخالفش رو عمل بکنی، یعنی بریک راست پایین، بریک چپ بالا، تا بتونی پاراگلایدر رو در واقع در اون لاینی که میخوای بدوی هدایتش کنی. چون پاراگلایدر ممکنه در حین دویدن به وسیله بادهای جانبی به چپ یا راست هدایت بشه، نباید با زور زدن آوردش، باید به سمتش رفت، زیر پارامون. امیدوارم که امروز دفعه دومیه که داری این کار رو انجام میدی، الان نسبتاً متوجه شدی، هندلینگی گرفتی. انشالله دیگه دفعه بعد میریم توی شیب و تو شیب همین کارا رو باید انجام بدیم. یه سوال دارم استاد، نسبت گلاید این پاره هایی که الان معمول هستن ما هم داریم، این چقدر حدوداً؟ این پاراگلایدرها معمولا تو 3 تا کلاس استاندارد پرفورمنس کامپیتیشن، یعنی مسابقه طراحی میشه. به کلاس 1 و 2، کلاس 1، کلاس 2، کلاس 3 هم موسوم هستن.
در واقع پاراگلایدرهایی هستن که مخصوص ترینینگ یعنی آموزشی هستن. پاراگلایدرها معمولا 4 گوشن، دهانهاشون گشاده و هارنس های ترینینگ دارن و خیلی راحت تو پرواز حالت استیبل دارن و معمولا استال نمیکنن چون بریکاشون تا جایی که لازمه کشیده نمیشه که شاگرد استال کنه. خیلی استیبل هستن. پاراگلایدرهای بعدی پاراگلایدرهای کلاس 2 هستن یا تلفیقی از 1 و 2 که پیشرفته ترن، رایزرهای بیشتری دارن و به طور کلی میتونن برای پروازهای شاگردایی با تجربه بیشتر مصرف شه. بستگی به این داره که پاراگلایدر گلایدش و کارخونه چی داده باشه. 5 به 1، 6 به 1، 7 به 1 و همینجوری الی آخر. یعنی 1 متر و 6 متر میره جلو، 1 متر و 5 متر میره جلو، 1 متر و 8 متر میره جلو. بستگی به هوایی داره که توش پرواز میکنی به لحاظ گلاید. این مسائلی که گفتم فقط در نوین کاندیشن یعنی موقعی که بادی وجود نداره اتفاق میفته، ولی وقتی باد وجود داره دیگه 1 به 7 و 1 به 6 مسئله دیگه پیدا میکنه. به طور کلی در یه هوای استاندارد بدون باد وقتی گفتن گلاید این هفته یعنی 1 متر که بیفته 7 متر میره جلو، یعنی از یک کوه 100 متری 700 متر میتونی پیشروی داشته باشی. این گلاید معنیش یعنی همین مقدار مسافت افقی طی شده به نسبت مسافتی که ارتفاعی کرده است. خیلی ممنون. دست درد نکنه.